سلام به همه شما یاران و همراهان همیشگی. آقا ولی امر مسلمین خارج از کشور با ترموستات رفت بیمارستان، اما بدون ترموستات برگشت. اونم چه برگشتنی! یارو انقدر دست پاچه و پریشون احواله که هنوز پاشو از مریض خونه بیرون نذاشته. خبرنگار ولایت مدار تیبیریشو فرستادن سر وقتش تا توی مصاحبه نمایشی مهمترین موضوعات نظامو شفاف سازی کنه. خدا رو شکر که پس از یک هفته و عمل جراحی حضرت عالی امروز در حال ترک بیمارستان هستید. مردم علاقمند ما و ملت‌های مسلمان و علاقمند حضرت عالی در سراسر جهان مشتاقن بشنون در مورد وضعیت جسمانی حضرت عالی و در واقع آخرین لحظاتی که در بیمارستان بودید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. به حمدالله دوره عمل جراحی و مقدمات و دنباله های اون به بهترین وجهی انجام گرفت. من الان با الظاهر با سلامت کامل دارم برمیگردم به منزل. عظما ظاهرا یه بخشی از مغز ناقصت رو هم با ترموستات دادی رفته ها. سلامت ظاهر تو که داریم میبینیم، رنگت شده گچ دیوار، قیافتم که داره همینجوری میچکه، جسمتم که ناقص بود ناقص تر شد. اما یه گزارشی از باطنت بده ببینیم تو چه مایه هاست. جسم سالمه ولیکن دل و روح سنگین بار از حجم عظیم محبت ها و ملاطفت ها و تلطف هایی که در این مدت نسبت به من صورت داد. چی توف؟ تلطف؟ اون که آره، تو این مدت هرچی توف بود نثار تو روح اون امام لعنتی شد. روزی نبود که صدها هزارها پیام محبت مثل قطرات باران حیات بخشی که هر دل مرده ای رو، هر زمین خشکیده ای رو با تراوت میکنه، بر دل و جان این حقیر نازل نشه از طرف مردم. نگفتم مغزت به فنا رفته، بالاخره صدها پیام برات اومد یا هزارها. بعد اون بارونی که نازل شد چی بود؟ فوش بارون بود یا لعنت بارون؟ آخه علی گدا، آخه تو این وضعیت داغون داخلی و بین المللی، اونم جلوی در بیمارستان، جای این فیگورای بسیجی کشه؟ بابا جای این سوسه ها برو سر اصل مطلب. علاوه بر مردم کشورمون، از سوی ملت‌های دیگر که من همیشه تأکید کردم که ملت ایران یک عمق راهبردی داره که اختصاصی اوست. چی؟ درست شنیدم؟ گفت عمق راهبردی؟ بیمارستان و ترموستات عظما چه ربطی به عمق راهبردی داره آخه؟ ای ولی فقیه ناشی، ای عظمای شود مشنگ، میخوای با این ادعاها تخته شدن دکون تو عراق و ماسمالی کنی؟ دیر اومدی علی گدا. اون موقع که تو در حال تنظیم ترموستات بودی، لاریجانی اومد بند و آب داد، گفت سوریه همون بغلیه که میخوان برن سراغش. ولش کن، جای این حرفا بگو تو بیمارستان دیگه چه غلطی میکردی. این چند روزه تفریحی داشتم، این دو سه روز آخر، و اون تفریح عبارت از این بود که گوش میکردم به حرفای آمریکایی ها در زمینه داعش و مبارزه با داعش و حرفایی که میزنن، حرفای پوچ و توخالی و جهتدار. از جمله اون چیزهایی که من رو
برای من واقعا مایه تفریح بود این بود که دیدم هم وزیر خارجه آمریکا، همون دختره سخنگوشون که میاد وای میسه اونجا حرف میزنه، اینا صریحاً گفتن که ما از ایران برای ائتلاف علیه داعش دعوت نمی کنیم. اوه معلومه خیلی دردت اومده ها عظما. آره دیگه خیلی سیته، ولی فقیه با این همه ریش و پشم و عبا و عمامه بره از اون دختر اردنگی بخوره، خب خیته دیگه نیست؟ خب این که تو ائتلاف راد ندادن و دماغت رو سوزوندن رو فهمیدی دیگه، چی میگن؟ دروغ میگن. برای خاطر اینکه همون روزهای اولی که مسئله داعش در عراق پیش آمد، آمریکایی ها به وسیله سفیرشون از سفیر ما در عراق درخواست کردند که شما بیایید بنشینیم درباره داعش با هم هماهنگی کنیم. سفیر ما این رو منعکس کرد. بعضی از مسئولین ما هم حرفی نداشتن. من مخالفت کردم. پس اون پشمشتا سفیر و سفیر بازی بوده ها؟ مگه نگفته بودی غیر از اتمی حرف دیگه ای نزنن؟ پس جریان چی بوده که تا نقشه کشیدن واسه داعش هم رفته بودن؟ خب حالا خودت مگه نمیگی مخالفت کردی؟ یعنی خودت نخواستی بری؟ اونام که میشینن حرفای پوچ و تو خالی میزنن. خب بذار بزنن، این که دیگه دست پاچه شدن و وق کردن نداره که. بدانند که اگر چنانچه چنین اقدامی بکنن همون مشکلاتی بر سر راهشون به وجود خواهد آمد که توی این 10 سال گذشته در قضیه عراق براشون به وجود آمد. بابا کوتابی علی گدا، این هارت و پورتا اونم با لب و لوچه زهرآلود خیلی زایه است. اون موقع که ترموستات داشتی غلطی نکردی، حالا بدون ترموستات میخوای کاری کنی. اگه میخواستی باید قبلش میکردی، نه بعد از کوب کردن زهر. حالا هم اگه میخوای برگردی برگرد، خب میزو چپ کن دیگه. اما اگه بازم به بازی بین زهر و بمب ادامه بدی، حواست باشه که هم چوب در انتظارته هم پیاز. این دفعه دیگه نمیبرن از بیمارستان، یه راست میبرن تو تابوت. موشکار